همین نرمی قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم در قلب ما باشه، زیبایی زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم در الفاظ ما و شما باشه، اخلاق زیبای رسول الله صلی الله علیه و سلم در چهره ما و شما دیده شود. والله کافری که بسیار کافر خطرناک است مسلمان میشه، کافری که بسیار کافر خطرناک است او هم مسلمان میشه. چرا بسیاری از کافرها را وقت پرسان بکنی میگه من فلانی مسلمانه در فلانی جای دیدم، به اساس اخلاق ازی و ایمان ازی و عفت ازی و پاکی ازی و حجاب فامیل ازی اخلاق ازی فلانی دکتر مسلمان مرا مسلمان ساخت. در اروپا و امریکا فلانی دکتر مسلمان مرا مسلمان ساخت. دیدم که دیگه دکترها به خاطر پیسه معالجه و تداوی میکردن، لکن دکتر مسلمان با اساس اخلاق اسلامی ولو که پیش پیسام نمی بود خدمت تا میکرد، به خاطر که دکتر مسلمان پیشش رضایت الله ارزش زیادتر داره نسبت به پول مادیات. دکتر صاحب من خب پیسه نداشتم، چرا خدمت مرا کردی؟ چرا تا 12 بیشه و بالای بستر ما بودی؟ من خب فقیر بودم و غریب بودم و کافر بودم. او میگه چون من دکتر هستم و به خاطر ازی که سر تو انسانه که بالای نفس ظلم کردی و الله را قبول نداری، اما ما از نگاه وظیفه و از نگاه اخلاق خود چون زیر دست من مریض هستی من برای تو چی میکنم؟ من تو را درست تداوی میکنم. امی دکتر کافر میگه لا اله الا الله محمد رسول الله. وقتی که دکتر مسلمان این قسم باشه واقعا این دین حق است. به این شکل بسیاری از مسلمان بسیاری کسا را ببینی زنا هستن در اروپا و امریکا، وقتی میگه من عفت دختر مسلمان دیدم، حجاب دختر مسلمان دیدم، سطر دختر مسلمان دیدم، رابطهش با خالقش دیدم، میگه بالاخره من ایران ماندم که این ملائکه هست در روی زمین. میگه نه من ملائکه نیستم، من مسلمان هستم. و امروز دشمنای اسلام از این میترسن که در اروپا و امریکا وقتی که گفتن آزادی هست برای مسلمان ها آزادی دادن، دیدن که کمک مسلمان ها آزاد شدن، دیدن که نزدیک از اروپا و امریکا کلش مسلمان شده، بند کردن، گفتن ای بند کنین این آزادی ها را فقط بتین برای چی؟ برای گمراهی، برای بیراهی، به فحشا، به منکر. همین تلویزیونایی که اینجا هست نه، اگر یا واقعا برای ما بسیاری وقتا برشان از همینجا اعلان میکنم، اگر همین تلویزیونا 23 ساعت گمراهی را، چیز زنای فاسق سیکولر بیدین ترکیه که در زمان اتاتورک و بعد از او در زمان همین مردمای مرتد ترکیه شاگردای اتاتورک بودن، او فیلم ها و سریال ها را ساختن، اما را 24 نشر میکنین. اون دوهای بت پرست و حیوان پرست و موش پرست شما میاری فیلمایش نشر میکنین. یک ساعت تا 24 ساعت برای ما هم اجازه بدین که ما هم دین اسلام رو برشان برسانیم. باز ببینین که چقدر مردم علاقمند اسلام میشن و چقدر مردم طرفدار شما میشن. میگن راه شما کاملا بسته هست. چی است؟ کلش گمراهی هست، کلش باید بیدینی نشر شود، کلش باید به نام مسلمان یک سیکولر بیدین بیغیرتی که در فیلم ها و سریال های ترکیه به گمراهی مبتلا هست، از او باید مردم دین یاد بگیرن و از او مردم بد اخلاقی را یاد بگیرن و بازو رو برای ما و شما پیشکش میکنه که این سعی کنین مسلمان های پیشرفته. مسلمان پیشرفته یعنی چی معنی؟ یعنی مسلمانی که مثل سریال های ترکی واره سر ناموس خود نشرمه، سر لباس ناموس خود فکر نکنه، سر حجاب ناموس خود فکر نکنه، برش قتل و شراب و زنا و بیغیرتی عادی شده باشه. باز ایره برای ما و شما به نام مسلمان پیشکش میکنه.